فردا کشته شوم. آمدم که بگویم زنده‌ام، ولی خواهرم کشته شد. آمدم بگویم که خواهرم در دستان پدر مرد. آمدم بگویم که خواهرم آرزوهایی بزرگ داشت. آمدم بگویم که خواهرم که کشته شد سرش به تنش میارزید، که مثل من دوست داشت روزی موهایش را به دست باج بسپارد، که مثل من فروغ میخواند و دلش میخواست آزاد زندگی کند و برابر، و دلش میخواست سرش را بالا بگیرد و بگوید ایرانیم، و دلش میخواست روزی عاشق مردی شود که موهای آشفته دارد، و دلش میخواست دختری داشته باشد که گیسوانش را ببافد و برایش در گهواره لالایی بخواند. خواهرم مرد از بس که جان ندارد. خواهرم مرد از بس که ظلم پایانی ندارد. خواهرم مرد از بس که زندگی را دوست داشت. و خواهرم مرد از بس که مردم را عاشقانه دوست داشت. خواهرم عزیزم، کاش وقت رفتن چشمانت را می‌بستی. آخرین نگاهت جانم را می‌سوزاند. خواهرم بخواب، آخرین خوابت شیرین است. امروز مردم ایران با حضور شجاعانه خود در خیابان‌ها به مقابله به تفکری برخاستند که ریشه در فاشیسم و افراطگری دارد. تفکری که با نقش گسترده و مداوم حقوق بشر جان مردم را به لب رسانده است. آنچه مردم ایران می‌خواهد جزو ابتدایی ترین حقوق مدنی است. خواست مردم برگزاری مجدد انتخابات و شرایطی آزاد و عادلانه و زیر نظر سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی است. ما از تمام مردم آزاده جهان می‌خواهیم ضمن حمایت از مطالبات به حق مردم ایران اجازه ندهد دولت‌هایشان این رژیم کودتا را به رسمیت بشناسند. Einige junge Studenten aus Hannover